چی وضع است، اما در دوشنبه بارونی است. بله و پیش از شروع شدن این رقابت فوتبال دوستور هستیم و خصوصا در بازی منتخب تاجیکستان زیاد جمع می‌ایم. هیئت اساسی منتخب زید محمد است او از کشور عراق میباشد. خب اکنون با شما هیئت اساسی عربستان سعودی را شناس میکنیم. محمد الویس دروازه‌بان شناس فوتبالی جهانی امروز در شهر دوشنبه قرار دارند. بازی از مرکزی میدان شروع می شود و این بازی را برای شما شهر میدیم. من مهرور کشور و همکارم گلروز خودنظرداده زود پرتاب به طرف شهرام سمیف که شهرام بازیکن دیگر دسته ما از کنار چپ میدان. شهرام سمیف پاس اجرا می‌نماید. او باید که در همین وضعیت کمک کرده شود و علی جانی این فرصت است، این زمان برطرف میکند. رسو از نقطه 11 میبرد و مهری مخلصان هم با فوتبال بیشتر میگردد برای که همی خیلی هجوم کرده میتوانند. ضربه اولی جناب بوسر مقصدناک ضربه از بین سه نفر ضربه بزند در 7 دقیقه اول. امکانات دوم برای الشیر جلیل ولی اینا بعد از دادن پاس خیلی خوب به خط هجوم حمله ادامه دارد. وضعیت خیلی خوفناکی گلزنی ولی علی جان به طرف دیگر حرکت کرد، ضربه زد. این گل میکنیم که همین دو نیمه مهاجم مرکزی که دارم یعنی پرویز عمر بویف و احسان پنجشنبه باید بین خود وظیفه را در مرکز میدان تقسیم بنمایند. توجه میکنیم سرول به همین هجوم که خیلی خوفناک است. الدوسری ضربه و دروازه‌بان ما رستم یتیموف توپ را میگیرد. یعنی در نظر زهیر جورابویف اینجا نانقدر خوب توپ را برآورد و این به حمله خوفناک عربستان سعودی می‌آورد. سلیم الدوسری پاس یا به کنار جریمه‌گاه و اینجا توپ را خیلی خوب برآورد. خودی زهیر حمله ادامه دارد. پرتاب نوبتی و رستم یتیموف در اون جای قرار داشت ارسالی به خط هجوم. اینجا امکانات ضربه زنی باید دادن نشود به فوتبالبازان عربستان سعودی. خیلی خوب اینجا صادق جان قربانov بازی کرد، صدی روی ضربه رقیب کرد. حتما ظرف پرتاب طویلی و با خط هجوم مبارزه برای شهرام سمیف، مبارزه فوتبالباز آفرین. واقعا امکانیت این زمان دیده می شود ولی اینجا هم خودی پرویز عمر بویف الشیر جلیل دفاع پرویز عمر بویف میزند. ضربه پرویز جان عمر بویف گل خیلی نزدیک بود. واقعا ما به گل خیلی نزدیک بودیم و همون طور ختم نظرف فشاری ما جدی‌تر می‌گردد در وقت اضافی اکنون. این امکانیت خوب است، باید همین فشار را استفاده ببریم. پرتاب به داخل جریمه‌گاه شهرام سمیف این زمان با توپ پاس را رسانیدن نتوانست اما مشکل بود. فشار جدی‌تر می‌گردد. باز یک پرتاب اوی دیگر کی باید به توپ رسد. یک رسش کوچک در کار است با او صادق جان قربانov با میدان ورود گرفت. به تو آخر مشاهده کنیم حمله عربستان سعودی رو. پرتاب به جریمه‌گاه ضربه سوی دروازه. متاسفانه من گفته بودم که از لحاظ قد و بست بازیگران عربستان سعودی برتری بر ما دارند و در هیئت منتخب عربستان سعودی است. ما از همان بازن گل درس بود متوجه بشیم بار دیگر اصلا دو نفر اینجا بودند. متاسفانه کنار هم خالی میموند. حالت یک بر یک ضربه و بسیار خوب بالاتر از دروازه. برای مثال شهرام سمیف در نتیجه مبارزه بردند، مبارزه صفر، رقابت صفر و توزه موقع را برای خود برد و گرفت. بله از مسافه دور ضربه اجرا می‌نماید. جماعت‌های تعلیمی تمرینی در خارج کشور گذاشتند، در داخل کشور جماعت‌های زیاد داشتند و این زمان پاس اولی جناب دام شد با احمدانی کمالوف از طرف راستی میدان. پرتاب به جریمه‌گاه رستم سایروف دوستان ارجمند کار خود را در میدان کرد. با زدن گل دست میاد فوتبالباز مذکور حساب رقابت برابر می‌شود. یک بر یک 80 همه از اون کار خود برآمدند. بله حالتی آفساید نیست در احمدانی کمالوف. احمدانی توپ رو قبول میکرد، یک نگاه میکند. سه بازیگران عربستان سعودی پشتی هم ایستادند اما یگان نفر پای نمیبرد که از بین آنها علمی خیلی صورت افزایی کرده پیدا میشود. جلیلوف پاس نوبتی و با خط هجوم چگونه پاس خوب و رستم سایروف مبارزه را ادامه میدهد. در آفرین پنالتی باید باشد. تلا داد رستم رو. بله در این باز هم در نواره بود که خیلی نزدیک با ما بود و دیدیم. توجه میکنیم به حمله امکانیت و اینجا بود یک نفر پیدا میشد برای ضربه زدی آماده می بود. اون حالت را دوباره لکه پاسی سر کرد. مرحله دومی انتخابی چمپیونات جهان 2026 باز دو بازی دیگر میموند. هم ما هم عربستان سعودی ضد اردن و پاکستان بازی میکنیم. فکر میکنم که بازی از همه مهمترین ما مقابل اردن خواهد بود و اون در سفر است. با اون همش در سفر. پس